در پاسخ به شکایت کارافتادگان از شرایط بدی انتظاری در فرودگاه بین‌المللی خوجند، رهبر فرودگاه علی مردان قربانی در نشست خبری خود گفت داشتن تالار مخصوص برای مسافران و گسیل کنندگان حتمی نیست. ولی مسافران میگویند در اکثر فرودگاه‌های روسیه برای مسافران و پیوندانش تالار انتظاری فعال است و شرایط خوب دارد. آنها شکایت از آن دارند که در هوای گرم و طاقت فرسای تابستان هم نمیتوانند به تالار انتظاری فرودگاه بین‌المللی خوجند راه یابند. به گفته آنها پیشوازگیرندگان در بیرون باید منتظر بمانند و مسافران تنها ساعت‌های پیش از پروازشان حق ورود به بینای فرودگاه را دارند. مانع نمیشه. یکون کپ نمیگیرند در آمدن. روز اینجا آمدن اینجا هوا گرم نمیمونند در آمدن نمیمونند. حاضر پرسیدم که در آمدشنم نگفتم ممکن است. سببش چی گفتن؟ هیچی گم نزدم. ممکن نیست گفتم. این فرودگاه یک سال پیش بعد تعمیر چند ساله دیگر باره باز شد. ولی بعد چند ماهش در زمستان امسال چندین مسافر به رادیو آزادی شکوه کردند که در بیرون ماندن آنها سبب سرماخوریشان شده است. این مشکل تا حال حل نگردیده است. اگر ما 50 متر که دراز کنیم و 100 متر است و یک گوری دراز باشه. اگر ما تیرمونی نگیریم 110 متر است 10 متر است این برای دراز این. برایش 110 متر. از چقدر که ما دراز کردن میگه برای ما خود یعنی مسافران خود فرودگاه در آینده خود میشوند. اما قبول مسافر هم ترانزیتی هم سر مسافر و مثل میتونه وطنی کرده باشه. مسئولان فرودگاه میگویند از یک جهت این مشکل به ادامه ساختمان‌ها وابستگی دارد. این بناها با مبلغ جاری فرودگاه ساخته میشوند و برایشان قرض و گرانت نمیگیرند. به همین خاطر کار آنها به کندی پیش می رود و سنه دقیق ساختمان پرره معلوم نیست. وقتی که بناها آماده شدند در یک ساعت حدود 500 نفر مسافران را به تالار انتظاری می توانند راه دهند. فرودگاه بین‌المللی خوجند یگانه و کلانترین فرودگاه در شمال تاجیکستان بوده سال 1954 ساخته شده است و از آن وقت تا حالا بار اول به پررگی تعمیر می شود. بعد کاهش یافتن بیماری همگیر حالا روزانه ده ها هواپیما از اینجا پرواز می کنند یا اینجا فرود می آیند. فرزان محمدی، رادیو آزادی، شهر بوستان.